صدر رو پاره کنی. این قسمت صدر ایز پاره می شود. دن 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 دن. صدر به نظرت میتونی منو بزنی یا من قراره بزنمت؟ آماده سازی رو انجام دادی، بزن بریم. صدر کجایی؟ صدر هید سیستم اونجا لک زد، دیدی این هدش چجوری رفت؟ سیستم اون ثانیه رو لک زد، دیدی چجوری هدش رفت؟ صدر به روش 8 روش سامورایی مورد حمله و تمسخر قرار میگیرد. 3-0. صدر چجوری ممکن است جلو بزند؟ صدر رفته کمپیده. صدر کجا رفتی کمپیدی؟ صدر دنبال من میگردد، من دنبال صدر. روز بگا صدرایی که مرا دید و رید. صدر دوباره رید. نه من ریدم، صدر من البته صدر رید به خودش. الان قرار است بمیره. صدر مرا دیده است ولی معلوم نیست از کجا دیده است. صدرای فشاری بالاخره تونست ما را بکشد. صدرای دهن سرویس ما را از کجا فهمید که اونجا 3 بار پشت سرم زدمش. این دهن سرویس رو از 3 بار پشت سرم ما رو زد. برو ببینم، برو ببینم. برو ببینم. بد میزنم، بد میزنم صدر رو. صدر خواستم نمایشیت کنم و صدر خواستم نمایشی بزنم. صدر خیلی وحشی میزنم، میدونستی؟ صدر چرا دمیج خوری؟ صدر این ورم، صدر این ورم. های صدر یه تیر دارم، یا تو مرا بزن یا من تو رو بزنم، ولی احتمال تو مرا بزنی بیشتره. صدر یه حدسه میده که تیرت ریده و میخواد تیر عوض کنی. صدر چقدر سریع ریلود کردی، دهن سرویس. صدر درست خود رو دهنت. صدر کجا غیب شدی؟ ای شروع نه ترس بابا، منم تیرم تمام شده. ولی خدایی اینا چجوری زد؟ بزن بدون نشونه زد. تیپ فایر دهن سرویس. شانسی که و ریجستری که تو داری.
متاسفم برایت. صدا پاشو میشنم. خوب وای دستم نمیدونم به کجا خورد. تیر تموم کردم. صد دهن سرویس زدم تیر تموم کردم. چرا هر یه دونه فایت ما یه ساعت میکشه صد رو؟ وای دست و بالو گم کردم. من فکر کردم صدا پاش از اون یکی برمیاد. وای تیر نخود. صدا تو رو خدا اذیتم نکن. کم دمیز بخور دیگه. سفید پوستی تا کی؟ نایس. بهترین فرصت رو از دست دادم. خدا وکیلی میبینید چقدر دمیج میخوره. چقدر ریدم خودم. اصلا یه جوری بازی میکنم همه توانم رو گذاشتم اون گیم. در این حد بگم در این حد فشارم در این حد فشارم ضربان قلبم رفته به بالا. الان سشته این چونم میمیرم. یام شد. اصلا فایت سنگینی بود خدا وکیلی. همش بزن بود. بخور بود. آقا در کل امیدوارم که از این فایت من و صدرا خوشتون اومده باشه با ویوراست و اگر دوست داشتین حتما لایک و کامنت ویدیو رو بترکونید و کانال های اسلامی ما عضو بشین و هر روز ما رأس ساعت 1 ظهر تا ساعت 12 و شب اینا استریم هستیم. دوست داشتین یه سر به سیمامون هم بزنید. بس فکر اللهتون فعلا خدا نگهدار. بای بای.